السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، اپو، هر نفری که هم بچه مرا تماشا کرده، اسماعیل جان نامش بچه من 11 ماه کسر شدینه دختر معاین کردم، پرالیزی سر شده، گفت هیچ وقت رگشته و شیشته نمیتونه. گفتن بالای اوش گفتن قند داره، کسر قند شده، گفتن چشمای را اساس برای اپراتسیون برای چشماش آورده بودم، نه که فهمیدم که بچه من خیلی کسل بوده. بعد مسکوه دا برین دا گلازنو چشماش اپراتسیون چشماش رو نمیبینه، اما قشیده محکمه چشماش نمیبینه هیچ جوره. من خداوند خواستم بودم که مرا سوی فرزند کنم و حضرت اسماعیل به دنیا بیارم. گفتم اگر امیره شفا بده خدای تعالی در نام خدا برم در راه اسلام میبخشمش، چشماش بیناشه و قرآن خوانش میکنم، قاری قرآنش میکنم. انشاءالله خدا خواهد یاردم کنید برادران. مثال هر کسی که فرزند داره دردی برام میفهمه. من میدونم همه شفا دهنده خدای تعالی اینه که من یک مادرم شیشته نگاه کرده نمیتونمش هم خیلی حالي إلهي يا متجلي